یعنی خدای یک روز دیرتر آمدیم سر کار. این ماشین مشتری آورده بود این موجای ریز بالاشو براش بگیریم. ماشینم خیلی کم کاره، خیلی بی نهایت. ماشین بدنش آینه الان درست کثیفه ولی بازم دیده میشه. همکار ما اومده صبح از اینجا ماشین رو جابجا کنه، کلاژ از زیر پاش در میره بخوره به این دیوار. حالا ماشین چی کار میشه؟ ماشین واقعی اولش که صندوقه بهش زور میاره بالا، شیشه مشکنه، کف صندوقش میخوره. صندوقش کلا لا خورده بود، حالا هنوزم در حال صافکاریه. تا اینجا لا خورده بود، رفت تو داخل. گلگیرش تا اینجا جمع شده بود. اینم که ته گلگیرشه. شما نگاه کن اینا رو مشتری میخواست بگیره، این موجای ریزشو. بعد ماشین به این روز افتاده، بنده خدا هنوزم نمیدونه که ماشینش چجوریه. الان به نظر شما چیکار کنه؟ درست کنیم بعد صداش بزنیم یا همین الان بهش بگیم؟ نظر بده.